زکات از برای احتیاطی داده می شود. یعنی معاش خوب دارم، الحمدلله زندگی خوب دارم، لیکن پول یا که تیلا ندارم. میتونم از همین معاشم زکات، اگر معاشتان $5000 باشد مثلا، بله $5000 گیرید و اگر همین $5000 صرف و خراجات میشده باشد در یک ماه، زکات نیست برای شما، چون که این پول ذخیره نشد. $5000 درآمد دارید، $5000 برآمد دارید، زکات نیست. لیکن اگر این جمع شود، هر ماه $1000 جمع شود و در مدتی 12 ماه $12000 جمع شود مثلا، روزی که $4000 $5000 جمع شد از همون روز حساب میکنید. یک سال که شد بعد زکات میدید از $4000 $100. اینم به شرطی که یک سال گذرد بعد، یعنی پول جمع روزی که پولتون به نصاب رسید همین روز خودش نمیتید، یک سال دیگه با منتظر میشید همون روز، بعد فقط $4000 به نمیتید. رفت و این 40000 شروع شد از 40 میتید، 4 میلیون شروع شد از 4 میتید. اگر رفت و فروید از 4 گشته، صرف کردید از صرف و خراجات کرد، نمیتید. بله. در زکات هم در تمام احکام شریعت ایمان آدم زیاد میشه، به بزرگی این شریعت قائل میشه. اگر آدم ها همه احکام شریعت عمل کنن، عالم گلستان میشد. الله تعالی مطلق ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک شهر از الله تعالی ترسن، به الله تعالی ایمان بیارن، ما از زمین و آسمان برای آنها برکت میکنیم. همه ترسد، همه به تقوا شد، همه کاری حرام نکنند، همه کاری حلال کنند، همه یک دیگر آزار ندهد، نمازش در وقتش خواند. وعده الله تعالی است. اینو ما در زمان ملک عمر ابن عبدالعزیز دیدیم، بعد زمان خلفای راشدین، زمان تابعین بود که حتی آدم میبرد زکاتش نمیافت که یگان کس زکاتش قبول کنه. مردم به شریعت عمل میکرد. اگر به شریعت همه عمل کند، او یک مقاله است: اذا انصف الناس استراح القاضی. اگر مردمی به انصاف باشن، قاضی ها و کار نمیماند. و قاضی بین دو کس که چی حکم کند؟ دوز نیست که دوز حکمی دوزی برارد و یا دو کس نیست که یک دیگه فریب کند و مالی اینه به این گرانتیت حق به حق دار رساند. لو انصف الناس استراح القاضی. اگر آدم ها به انصاف باشن، قاضی ها و ملیسه ها و کار نمیماند. چی در همه به تقوا، همه پرهیزگار، هیچ کی مالی کسی نمیخورد. من یک تو 300 یورگه در کوچه می ایستد، ایانش گذشته میبینید هیچ کی نمیگیرد. لیکن همین اگر در دیگر کشور باشه، دیگر مردم در حال میدوزند. تگی درشان کودکا بازی میکند، بازی که تمام شد توپ ندارورده میدارد میبرد، توپ 300 یورو هست، هیچ کی نمیگیرد. یعنی که اگر تمام مردم به شریعت عمل کنند، حاجتی به قاضی نیست. لیکن افسوس که این مردم نفس هاشون امر کننده به گناه هست. ولی اگر اکثری مردم هم همین شوند، هم خداوند وعدهش رو وفا میکنه. یعنی 90% مردم، 80% مردم به تقوای و پرهیزگار و به انصاف شوند، الله تعالی فیض و برکات و رحمتش نازل کرده هم میگیره. در کوچه بعد آدمی زکات گیرنده نمییابد. تمام احکام شریعت همین خیر. اگر من عمل صالحا فلنفسه، کسی عمل صالح کنه بر فایده خودش است، و من اساء فعلیه، کسی گناه کنه بر ضرر خودش. همه عمل صالح کند، عالم گلستان میشد واقعا.